همینجوری قشلاق ما یکم ده همینجا آردچار افغان قتل کردن. بعد از قتل کردن قشلاق علام مانده قتل عام اعلان کردن. 2 ساعت تمام کرد. در 2 ساعت از 300 خاندان قشلاق ما 150 خاندان علام ماندن، پراندن. مادری و یکی پران این کودکی که در گهواره بود چند ساعت شیر مادری مرده مکیدگی. جدا هم گشنگی تشنگی عذاب میدهد. انا همه از دست مغولا گرخته آمده که همینجا زندگی کرده، بلکه مانم همه خیلی طور میبود که مانم همه خیلی آمده من تا حالا در همینجا زندگی کرده ایستادگی. اینجا از بس که نهایت از شهرها دور بود، اینجا مکانی یک جای پناهگاه انمیخ شیخ‌های بزرگ. یک نسیم بسیار خوشی که طی 6-7 سال آخر سر تا سر ازبکستان در وزید و فرا گرفت، این همین است که از سر نو ملت ها از دیگر برقرار کرده استادند. غیلانم هر کفی خاکت عبادت گاه من، معبد بهتر ز تو نبود زیارتگاه من. از کناری به کنارت قلب من معوا گیری، ابتدا یابد ز هم پیراهن شهرهای من. از کناری به کنارم قلب من معوا گیری، ابتدا یابد ز هم پیراهن شهرهای من. غیلانم غیلان جانم. راهی ناهموار و دشوارگذر ما را به دوردستترین دهه ولایت قشقدریا و بر بلندترین قله ازبکستان، منطقه کلاً تاجیک نشین با نام غیلان میبرد. به این دهه اکثرا مردم با نقلیات ساخت شوروی می روند و یا از دوچرخه های کلان استفاده می کنند. این دهه در مرز تاجیکستان قرار دارد و تا سال 2018 سفر برای سیاحان و خارجیان به آن منع بود. چون این نام گرفتن دهه را مردم تهجایی به یکی از قبیله های ایرانی که با نام گیلان معروف است منسوب می‌دانند. یعنی گذشتگان این دهه گویا از همان قبیله گیلانی باشند و از آنجا به اینجا هجرت نموده نام قبیلهشان را به نام دههشان گذاشتند. مورخان پیدایش دهه غیلان را به عصرهای 4-3 پیش از میلاد وابسته به جنگ اسکندر مقدونی می‌دانند که تا امروز بیش از 2200 سال عرض هستی دارد و مردمانش در این مکان زندگانی می‌نماید. از اطراف دهه بازیافت‌های پدید آمدند که به تعبیر باستانشناسان تاریخی 5000 ساله دارد. بعضی دیگر باشند پیدایش دهه غیلان را به شورش ابو مسلم که سال 747-750 سر زده از سر حاکمیت امویان را دور کرده عباسیان را آورده بود، یعنی به شورش مقنع وابسته می کنند. این فکت عمیق است که آخرین دسته های مقنع در همین جا شکست خوردن و کوه سیام هم در همین اطراف واقع است و حال هم اون کوهی که میبینید حاضر برف پوش است و یا مردم ما کوه سیاه میگوید. نام همون کوه سیاه. این قله بلندترین ازبکستان به حساب می رود و موافق نقل بابای محمد شریف خال محمد که اون کس من هم صحبت شدگی هستم، در بین در همون کوه ها
یک جایی وجود دارد که همون سنگ کنده خیلی یک باششگاه بر این ساختند. اونجا مثلا آدمان زندگی کردند و این نزدیکی های کولی که در بلندکوه هست، در بلندی زیاده از 3000 متر کول هست، کولی کنکورم است و در موضع غلنگ میگویند. از همون موضع غلنگ تخمینا یک 5-6 ساعت راه می روید بالا و اونجا رفتیم ما. البته اون جایی که آدمان زندگانی کردن اونجا را ما دریافت نکردیم از بس که رهبلدی نداشتیم، لیکن اون نوشتجات ها را ما، اون تصویرها را که در حقیقت در همون کوهستان آدمان زندگانی کردن دریافت کردیم. و البته حاضر مورد آموزش قرار گرفته است. اکادمی الکی بگردن گرفت که این چیزا می آموزند. یعنی اگر اون روی سنگ نوشت هایی که فقط تصویر دارند و آنجا نوشتجات نیست و اکثر آنها از 5000 سال زیاد درک می دهد، چون که اون وقت حال رسم و رسوم خط‌نویسی نبود. یعنی اساساً پیکتوگرام ها وجود داشتن، یعنی شکل این یا آن پردمتر را می کشیدن که همین یک در 10-12 جای این چیزا دریافت کردیم. و از همه عجایب است که در ازبکستان دویم یعنی تصویر میتر یافت شد. یکی تصویر در آهنگران، نزدیکی انگرین آهنگران هست یک شهرک، و تصویر دویم در همین جای یافتیم. زبان ما البته زبان کهنه ایرانی و رودکی میگن. زبان کهنه رودکی و ایرانی، چون که خلقهای ما از کجا آمده که این تاریخ کافتکاو کنیم سببش برآمدنش ممکن که ما از کجا آمدیم، چخیل آمدیم، دوره چنگیز خان و وشت آمدیم یا که بدتر آمدیم، چون که بسیاری تاجیکان در دامنه های کوه زندگانی میکنند از قدیم و الان تا حاضر. اکنون چخیل این خلق تاجیک خلق یک همه خیل خلق که میخواهد که عرف عادتش ملی قدرت خودش گم نکرده، انا همه از دست مغولا گرخته آمده که همینجا زندگی کرده، بلکه مانم همه خیل طور میبید که مانم همه خیل آمده من تا حالا در همینجا زندگی کرده استادگیم. غیلان در یک گوشه کوهستان پرخم و شب سمت شمال و غربی سلسله کوهستان حصار ناحیه شهرسبز ولایت قشقدریای جمهوری ازبکستان واقع گردیده است. این دهه از مرکز ناحیه بیش از 65 کیلومتر دور بوده، 4 طرف دهه را کوههای آسمانبوس حصار احاطه نموده است. غیلان انبوهی خرسنگ و کوههای بلند بوده در طرف شمال و شرقی ولایت قشقدریا واقع می باشد که از سطح بحر 1900-2000 متر بلند است. قله های حضرت سلطان و قله با نام ازبکستان در همین جای قرار گرفته است. از طرف غربی کوههای حصار شاخاب‌های طرف چپ دریای قشقدریا با نام دریای سفید جاری شده به شاخاب طرف راست آن پیوست می شود. دریای سفید از پریخ‌های سویرتساف و برف‌های دائمی و موسمی غذا می‌گیرد. موافق معلومات‌ها کوه‌های دهه غیلان در دوره کوه پیداشوی گرسنی ایره پالایزای پیدا شده ریلیف مرکب دارد. دهه ما از یک طرف پشت و پناه بود. برای که برای اون تعقیب شدگانی که در شهرهای کلان که تعقیب می شدن در سمرقند، مخصوصا اهل تصوف، اینجا از بس که نهایت از شهرها دور بود، اینجا مکانی یک جای پناهگاه شیخ‌های بزرگ بود. هرچند دهه غیلان در قله ازبکستان قرار دارد، ولی در تاریخ پستی‌های زیاد را تجربه کرده است. دیگر خود همین خلق به چندین بار هم در دوره مغول و هم بعد از مغول در دوره منقد و نهایت سالهای نزدیک هم این چیز حتی در دوره من همه سالهای نزدیک هم باعث تعقیب قرار گرفت. اگرچه این مردم نیست نکردن هم حرکت شد که مدنیت اون تمدنی که دارد
عرف عادت هایی که دارد، یک آن بازیافت هایی که داشت، همین ها را گوییم نیست کنند. این چیز البته از کورسوادی بعضی از راهبرای همون وقت هم شده است. تاریخ نگاران و مردمان ده از همه دوره وحشتبارترین حیات گیلان را بعد رخداد حادثه سال 1925 می دانند. ساکنان اینجا به نقل از گذشتگانشان شرح می دهند که در پی یک ادعا قسمی از باشندگان ده از سوی استیلاگران کشته شده و ده تلف و تاراج گردیده است. حتی دوره باسمچیگری میگن که حاضر آزادی خواهان میگویند. همین آزادی خواهان بوده است در سمرقند، در بخارا، در دیگر شهرها شاید اینها آزادی خواه باشند، لیکن وقتی که راهبر آنها بخش دهه ما فرستان، یک گروه آنها را، یک گروه همین ها را فرستان که رفته شما اینا اندازشان معین کنید، حق تیند و اینا دستگاه نشویم دیگر. و یا در راه آمدن و فکر کردن که همین بالای دادخواه روی خطشته با یک چیز دیگه علاوه کنیم، 4-5 دختر باکره علاوه کنیم. و یا که علاوه کردن کدام مرد راضی می شود که دخترش برآورده و یاد پیشکش کنه، بی نکاح و بی ایجاب و بی توی تماشا، مثلا بی دوستداری، هیچ کی راضی نمیشه. مردم که به غضب، به شور و غلیان و غضب آمدن و یا استادگری کردن، دادخواه همه میشناسد، امر راهبر که گفتن، مردم مجبور شدن و یا زده پیش کنن و یا رفته با راهبرشان نادرست فهماندن. اونا گفتن قبول نکرد، نگفتن اصلی واقعه. بعد راهبرشان با زیاده از 100 نفر باسمچی ها، یعنی همون عسکرانش آمده، دهه مانه گرد دور پیچ کرده. رئیس دهه، امین دهه خواهش کرد که بیایید صلح و صلاح میبندیم. و جای صلح بستن، امین دهه و یک چند همون شخصان کیوانه های دهه یک درخت توت حالی هست، اون درخت توت بسته به شمشیر پاره کرد و فرمان داد زیاده از نصف دهه علاوه ماندن، آتش زدن. در اینجا شاید 300 نفر قربان شده باشند. کافتکاو کرده در بین خلق گشتیم، از اینا 50-60 اطراف 60 نفر ناماشانه معین کردیم، دیگر آب اینا. همینجا قشلاق ما یکم ده همینجا آردشار افغان قتل کردن. بعد از قتل کردن قشلاق علامانده قتل عام اعلان کردن. 2 ساعت تمام کرد. در 2 ساعت از 300 خاندان قشلاق ما 150 خاندان علام ماندن، پراندن. در بعض تاریخ‌های کتاب‌های عالمان نوشته که زیاده از 270 نفر میده آدمی کلان از عالم گذشت، کشتن. دیگه من حاضر های نام‌هاشون یافته که طرف است، 54 نفر نامشون جمع کردن نوشته ماندگیم. این من 100 سال هم همین سال 100 سال پر میشه. خدا نصیب گردانده باشد سال آینده ما 100 سالگی همین تاریخ ما میگذاریم. غم انگیز باشد هم برای ما همین باید در خاطر داشته باشیم شهیدان ما از همیشه رفتن. ما در کلان هم نقل میکنن که وقتی که ملا ساقی گفتن از همین حولی هم خیل برآمد و باسمچی دید، قفا گشت. از قفای سرش میگن به 5 تیره پران، پیش سرش پیشانش کنده پرتافت. دوم یک واقعی که ما در کلانم نقل میکنن، یک بابای عارف بودیه، سال 1925 تولدش شد. خانه می درآید که مادرش ویس شیر داده استاده است، همون سر گهواره ده مادرش می پرانه. مادری و یکی پران این کودکی که در گهواره بود چند ساعت شیر مادری مرده مکیدگی. بعد مردم در آمده با خبر می شود. این خیلی واقعه ها بسیار است. مردم یک بار در همینجا پراکنده می شوند. جدا هم گشنگی، تشنگی عذاب می دهد. با گذشت سالها به مردم ده میسر می شود که باز مکان تاریخی و اجدادی گیلان را احیا و نگهداری کنند و به آیندگان میراث برند. این است که حالا اینجا مکان اصلی سیاحان داخلی و خارجی گردیده است.
و آدمان برای زیارت و دعاخوانی نیز می آیند. دایر به جهت‌های فرهنگی و مدنی اهل دهه، همین را می توان گفت که دهه غیلان به شهرهای شهر سبز، کتاب و سمرقند نزدیک است. بنابراین شهرهای مذکور بهر پیش رفتن مدنیت و فرهنگ مساعدت می کنند. غیلان با بعضی از عنصرهای خانه‌داری، خانه‌سازی، کارهای دهقانی و درو، عروسی، جشن و سور و رسم و آیین‌های مختلف از باشندگان دهات گرد و اطراف فرق می کنند. امروز در دیه حشر لای دی خانه احرار محمد علیه زیاده از 150 نفر آدم و زنها در اینجا جمع آمدند. یکی از عنعنه‌های حفظ گردیده اهل ده ساختمان خانه‌ها با اصول سینجکاری است. یک مخصوصیت این رسم در آن میباشد که خانه همدیگر را به طریق حشر میسازند و خشت و کلوخ آن را زنها میچینند. یعنی بنیاد قسمت اساسی عمارت نو را به دوش زنها واگذار میکنند تا در آن خانه مهر و محبت و صمیمیت جاودانگی هویدا گردد. از قفسی تنگ برآمد از نام احرار هم در رحمت کلام. شلاقی مانده این هنر استاد چهارشنبه گفته که بابا اونا عالم گذشته رفتگن، همونو آوردگن از سمرقند، بعد فرزندانشون یاد دادگند. یک تنیم تو اونا با شاگرد استاده، حاضر چه مونم شاگرده همونا. این یکو میتاج از بیتان، ارماتور بیتان، دو میتاج از چوب، بعد مابین قلوق دیوار میکنن. این زمین جو میده، افتای طبیعت جدا مستحکم میشد. نسبت از هشت. بعد مانده متریال چوب بسیار. خاکم کشنده آوردش پال. ولی به گفته مردم ده با مشکلات زمان برخی از هنرهای قدیمه به تدریج از بین می رود. به گونه مثال در گذشته در این ده هر یک کوچه و گذر رسته های آهنگری خود را داشته است. اما حالا به طرز انگشت شمار باقی مانده است. یکی از آهنگران ده از سلاله رسول وفا سبب آن را چنین شرح می دهد. چون که من کومورمو قیمت 1 کیلوگرمش 30,000 سو میخریم، برای کم کار میکنن. فقط این وقتی من زمستان امهای نویبر دیکابر ینور فوریه دکان کار میکنیم. وقتی بیکاره روز بهار تو من با کاری با میبرد، گندم کاری میبرد، همین کاری که میده بردم دیخانی میکنیم. بخونی با جایی که مخزمش میسار شد، تمام شهر سبز شد، وجود شهر سبز شد. غیلان 2 مکتب میانه و 1 کالج دارد. مکتب‌ها و کالج مذکور در بناهای نو و زمانوی قرار گرفته از نگاه تجهیزات و وسایل تعلیم از بهترین مکتب‌های ولایت حساب می‌شوند. زبان تعلیم پرره به تاجیکی است و زبان ازبکی را همچون زبان دولتی می‌آموزند. ولی آموزگاران و محصلین تعلیمگاه‌ها از آن غیر قناعتمند هستند که مثل دوران شوروی کتاب‌های فراوان به زبان تاجیکی ندارند. 2 کتابخانه بزرگ داشتیم. یک کتابخانه مرکز که مکتب که کتاب‌های بدیعی زیاده از 6,000 نسخه بود و کتابخانه دیه بود. اول بابای قربان کار میکردن، بعد اسفندیار نام یک متخصص کار میکردن. در این دوره 9,500 ذخیره داشت کتاب‌های بدیعیش، علمی و متدی نه، درسی نه، فقط کتاب‌های بدیعی. میخواستید شاهنامه فردوسی، میخواستید دیوان حافظ، میخواستید 15 جلده علیشیر نوایی، کدام کتابی میخواستید بود. مردم بسیار با فرهنگ و با معرفت بودند. ولی در سالهای 1911 و 12 یک سیاستی پیدا شد در ما که هم در مکتب‌های ازبکی هم در تاجیکی 2012 بعد سال نزدیک 2011 یک بار از مکتب‌ها، از کتابخانه‌ها کتاب‌های سال تألیفشان تا سال 1992 برداشتن
همیشه گرفتن و بردن به مکتب سپاردن. ما محتاج کتاب‌های زبان تاجیکیم، خصوصا جوانان ما، بچه‌ها ما. ازبکی هم میخوانیم، روسی هم میخوانیم، انگلیسی هم میخوانیم، فرانسوی هم میخوانیم، لیکن اصل ملت ما کتاب ما تاجیک ما کتاب‌های تاجیکی ما کم. بسیار ما محتاج، خصوصا کتاب بابا جا غفور تاجیکان محتاج که بود یابیم. همین زمانیم آدما هم همه میخوان. حاضر چه به همین تشکیل کار ما 2022 سال این طرف تشکیل کرد شد کتابخانه. کی دارد در جهان گم کرده در زمین و در زمان گم کرده همیشان گم کرده دیگری نظر من همین که ما استقلالیت زیاده از 30 ساله داریم، لیکن در داخل استقلالیتمان یک دوران بازسازی داریم. این یک نسیم بسیار خوشی که طی 6-7 سال آخر سر تا سر ازبکستان در وضع فرا گرفت. این همین است که از سر نو ملت ها آن خلقیت هایی که در ازبکستان زیاده از 130 خلقیت زندگانی میکنند، اینها حقوق های ملی و قومی خودشانه از دیگر برقرار کرده استادند. البته در دست خودشان است. بعضی خلق هایی هست که میگوید تشویش کردن نمیخواهد، بعضی آن قوم هایی هست که یعنی ملت هایی هست که خلق هایی که میخواهد زبان عرف و عادت و زبان و اون انعنه های ملیش نمیرد. اینا البته باز من بسیار یک دورانی خوشی شد که در 4-5 سال آخر اطراف قریب 1500 نامگوی کتاب به زبان تاجیکی چاپ شد. حدود 5300 نفر در دهه زندگی میکنند و تقریباً 1000 نفرشان در مهاجرت مهنتی هستند. اهالی دهه خویش و اقربای همدیگر بوده اهلانه زندگی میکنند. باد و هوای گیلان نرم بوده، مردم آن اساساً با کشاورزی یعنی کارتوشکا پروری شغل میورزند. اینچنین دامن کوههای دهه را انبوهی درختان گوناگون نوع میوگی اشغال نموده، از آن اهالی حاصلی فراوان به دست میآورند. اساسی کار ما گفتم میتونیم های دیخانچی که چارواداری گفتیم اینا طلب جواب نداد ساده است، چون که قدریت همین چیزا سر پس شد. در دیه معاش میگرفته که معلمان ما دکتران ما معاش نظم میگیرن، لیکن همین هم طلب جواب نمیدهد. گفتم میتونیم از همین سبب که حاضر من خبردار شدم که از صفحه معلمان مکتبا زیاده از 20 نفر درس و کار خودشان پرتفت استاده طرف راه سفر گرفتگند. کجا میرن کار میکنن نمیدانم. اکنون سر وقتی آن رسیده است که حکومت ها، این البته دولت های گوناگون روی دنیا، هر یکیشان یک قدرت های ملی دارند. برای نگه داشتن قدرت های ملی، معنویات ملیشان، عرف و عادت هایشان، اینا باید حرکت و کوشش کنند. مردم دهه گیلان امیدوار هستند که راه و شرایطشان بهتر گردد و این منطقه همچون موضع سیاحی و تاریخی به اهل عالم شناخته گردد. درختی دوستی بنشان کامی دل ببار آرد